چون من ولایتی های عزیز عاشقانه به فوتسال در تهران خراسان جنوبی. امروز چهارشنبه 30 خرداد، سالن ورزشی فاطمه الزهرای شهر ری دیدار بلده. تو مسابقات قبلی هم خوب بازی کردن، اما تیم ما رو دوندگی بیشتری که داره معمولا میتونه از این مسابقه پیروز سربلند خارج بشه. باید ببینیم که به چه کار میکنن بچه‌ها. در داخل توی دروازه اولین گل برای علم‌خانه. حرکت دیدنی دیاسی، پاس بی‌نقص دیاسی به سید بود و دروازه قصر یخی که ذوب شد. ماشاءالله دیاسی میگه تو به دستش خورد، اما خب داور عقیده تصمیم نداشت. دیاسی هواداران میگن داور عزیزم دقت کن. دیاسی یکی رو رد کرد. دیاسی گلر تهران رو چپه کرد، اما دروازه باز نشد. دیاسی زد که چپه شد، اما راه در چارچوب نداشت. بهترین بازیکن زمین میشه گفت در تیم تهران گلرشون بوده تا اینجای کار. 3 بار نجات داده، فوق‌العاده هم کار کرده. دیاسی حالا اومد تا یه نفس بگیره. رسول محمدزاده اومد وارد زمین. دیاسی تا همینجا میتونست هتریک کنه، تا همینجا. رسول محمدزاده گرفتش دیگه، اما داور بازم تصمیم به خطا نداره. بچه‌ها باید ادامه بدن. بس همونجا میچه و بازم گرفت. به توپ بستن دروازه تهران رو. خدا یا کم شانسی امروز سراغ ما نیاد. ماشاءالله فرصت برای علم‌خانه برای گل دوم. وای وای بازم گل تهران. یا خدا، به توپ بستن دروازه تهران رو در تهران، در منزل، در خانه خودشون. چجوری این توپا رو میگیره گلرشون نمیدونم. تایم اوت گرفت تهران، دیدن که زیر فشارن. ماشاءالله بچه ها چقدر خوب دارن بازی میکنن. چش نخورن انشالله در ادامه. یکی زدیم و حقمون بود 4 تا تو همینجا بزنیم. دیدید چیزی رو که دیدم و دیدید. چقدر توپ گرفت. بچه ها عالی دارن میزنن، میگیره حریف. گلر حریف فوق العاده است. خیلی هم دارن خوب میزنن، جایی که بعد بزنن هم میزنن، اما گلر حریف هم داره خوب جایگیری میکنه و خوب واکنش نشون میده. چیزی که قابل تحسینه روحیه جنگندگی بچه هاست. هواداران پرشوری که باز هم مانند 3 مسابقه قبلی سنگ تموم گذاشتن توی هوای گرم تهران در این ساعت. در تصویر میبینید علم‌خانه 1 تهران 0. کمی خوش شانس تر بودیم، میتونستیم گلای بیشتری هم بزنیم، اما گلر تیم تهران تا اینجا نگه داشته واقعا تیمشو، وگرنه تا همینجا 3-4 تا باید میخوردن انصافا. ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی میفته. دوباره تو گیری میشه کار باید بندازه پاسو. عجله کرد، هول شد، تو از دست رفت. باید برگردن بچه ها. ماشاءالله میشه کار اومد جبران کرد. تسته شده، به جاش حسن اسماعیلی وارد زمین شد.
ماشاءالله پیران، ماشاءالله پیران اجازه پیشروی نداد. اوت برای علم باقری بلند و بیرون. دور میکنه هر جو که از پیران توپ رو. اوتی که باید تکرار بشه. کورنر برای تصریح تهران. ماشاءالله اسماعیلی خوب ایستادگی کرد، از تجربه خودش هم استفاده کرد و اینجا یه اوت گرفت. حسن اسماعیلی، حسن با تعصب 4 هواداران در این لحظه. کار تیمیه بچه های ما. توپ لو رفت. چقدر عصبی بازی میکنن بچه های تهران، با کوچکترین برخورد از کوره در میرن. بچه های ما میتونن با دوندگی بالایی که دارن کاری کنن که حتی در نیمه دوم رو کم بیارن، مانند بازی پودشت. تهران در کار تیمی بد نیست، خوبه، اما تیم ما دوندگی بیشتری داره نسبت به همه تیم ها. اما فضل با غیرت تشویق میشه توسط هواداران پیران. اشتباه کردن مهران و گلیزاده رو زدن. داور بازم عقیده‌ای به خطا نداره. داور عزیزم دقت کن، 4 هوادار است. چقدر بازی داره پرتنش و پربرخورد دنبال میشه. هواداران میگن داور عزیزم دقت کن، نشان از فرهنگ بالای هواداران عربخانه در تهران هست. این سبک 4 دادن نسبت به تصمیمات داور عزیزم دقت کن. بهترین شعار ممکنیه که بخوای انتقاد کنی از داور همینه. با احترام. اکسف برای عربخانه کماکان نتیجه کار تا 8 دقیقه و 40 ثانیه مونده به پایان بازی در نیمه اول. تا اینجا تهران واقعا حرفی به گفتن نداشته. بچه‌های ما خیلی سرتر بودن، یکی زدیم و چند تا هم نرفت. اگه درخشش گلر تهران نبود میتونستیم حتی 4 تا بزنیم بهشون. حالا مصطفی گلرمون رو تشویق میکنن. خسته نباشیدی هم بگم واقعی افشین بهرامی این روزا واقعا پا به پای من داره در کار تصویر برداری زحمت میکشه تا فایل با کیفیت
مسابقات رو همراه با گزارش در خدمت شما در رسانه‌های عربخانه و بیرجن قرار بدیم. ما به صورت زنده با کیفیتی که ممکن هست به صورت زنده، آقا افشینم با کیفیت، با دوربین، همراه با صدا و گزارش. زننده گل سروح‌الله موسوی روی پاس عالی فرار فوق‌العاده از امیررضا قیاسی. ماشاءالله ببین هوادارا توی این هوای گرم عرق ریزون در سالن یک صدا و بی‌وقفه دارن تشکیل میکنن بچه‌ها رو. درود به شرف و غیرتشون. قیاسی هم پشت توپه، سید هم پشت توپه، قیاسی جدا شد، سید زد و بازم گلرشون گرفت. در برگشتم جمع کرد. شانس آوردیم که دروازه ما باز نشد. تشویق هواداران هو کرد مهاجم تیم تهران رو که دروازه خالی رو نتونست گل کنه. مقتدر و مصمم رو در اختیار گرفت. بلند بازی رو آغاز میکنه با کشگر و توی دروازه کشگر گل دوم رو وارد دروازه تهران کرد. دوباره یک در تهران، در شهر ری توسط عربخانه ضرب شد. پاس عالی مصطفی باقری و ضربه بی‌نقص 8 شاکی. هر کار تهران کرد نتونست دروازه ما رو حتی تهدید کنه جز یک موقعیت. حالا 5 نفره کرد. تاکتیکی که در تبس تیم بهشتی سازه اون ریسکو کرد. خدا باهاش یار بود، نتیجه گرفت. تیم بهشتی سازه گنبد. حالا خدا کنه تیم تهران از این ریسک نتیجه نگیره. کارت زرد که نشون داد به کشگر. تهران 5 نفره حمله. بازم ثمری نداره. حالا بازیکنشون رفت، گلرشون برگشت. تاکتیکی که تهران هیچ جوره دیگه جواب نگرفت دست به این تاکتیک زد. میشه کار بچه‌ها نباید توپ لو بدن چون تهران باز 5 نفره میکنه. حالا گلرشون اومد بیرون، بازیکن اومد به جاش تا دوباره 5 نفره فشار بیارن روی دروازه ما. اوج هیجان حساسیت در سالن فاطمه الزهرا شرره. دروازه‌ای که خالیه و توپ دستش بود، میتونست کارت بده. حالا گلرشون برگشت. 23 ثانیه مونده به پایان بازی در نیمه اول. عربخانه تو نیمه اول کاری کرد که هیچ حرفی رو گفتن نداشت تهران. حتی تو بازی 5 نفره هم نتونستن اونا موقعیتی رو جدی داشته باشن. 9 ثانیه قیاسی، 2 ثانیه ضربه‌ای که میزنه تا تمام. نیمه اول تمام شد. عربخانه با دروازه ما باز شد. دروازه ما وای تیر دروازه به داده تهران رسید. رسول دروازه خالی توی دروازه عربخانه 3 تهران 1. تعظیم تهران به سرور عربخانه در پایتخت.
عظیم فوتسال کشور در تهران توسط قسم یک تهران به سرداران در پایتخت 2 دقیقه و 29 ثانیه مونده. حساب کار 3-1 برای عربخانه. مربی‌ها بهترین امکانات. آشمانه توی گل. گل چهارم. کسانی که میگفتیم عیار عربخانه امروز مشخص میشه. امروز مشخص میشه. گل چهارم برای عربخانه. گل چهارم برای عربخانه. خیلی ها میگفتم زمین سفت عربخانه تهرانه. تهران 4 نفره بازی کرد، گل خورد. 5 نفره بازی کرد، گل خورد. حالا میخواد جنگ روانی ایجاد کنه. می‌بینیم از جنگ سخنی دیروز از سر کار اومده بودی با لباس کار، ازت امروز مصاحبه بگیرم پشت تیمو تحت هیچ شرایطی خالی نکردی. من به عشق عربخونه و تمام مردم عربخونه اینجا که چی اون سر دنیا میرم غیرتم هم ثابت میکنم. اینایی هم که تو زمینن همه کمتر از من نیستن و غیرتشون رو ثابت کردن. عشق فقط یک کلام، عربخانه و سلام. عشق من گرفته. خسته نباشید. مربی